درود دوستان، به یه برنامه دیگه از بهترین های پاپ در هفته‌ای که گذشت خوش اومدید. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. یه آهنگ عجیب از ماکان بند این هفته پخش شد که نشون از علاقه این گروه به سبک رپ داره. روی یه فلوی محمد شایعی آهنگ نوبت منم شد ماکان بند. واسه یه آدم سرکش مثل من نشد تو قلبت بشه سنگ مثل من دنیات بشه ترک موتور. یه آهنگ تقریبا 6-8 و در ادامه علاقه خواننده‌های سبک پاپ به کارهای دهه 60 از علی عبدالمالکی پخش شد که شماره 6 ما هم هست. البته موزیک کار بی‌شباهت به آهنگای مرحوم مستی هم نیست. میزنم قدم از مسعود صادقلو، یه آهنگ متوسط دیگه از مسعود صادقلو که مدتی هست آهنگ خیلی خوب به بازار نداده. مگه نه که تنها بودی و من دلو دادم بهت اونجا که همه لب و دهن بودن. اواخر هفته گذشته بود که آهنگ بیا از تویی با تم حمایت از تتلو پخش شد که البته حمایت خیلی جالبی هم از آب در نیومد. شماره 4 بیا از تویی. مثل اون گشتم نگرد نیست، اگرم باشه درد نیست کسی هم جز. صدای زیبای راغب همچنان از نبود آهنگساز و تنظیم کننده خوب در مارکت ایران میرنجه و آهنگای نچندان موندگاری از این خواننده داره پخش میشه. پشت پلک تندار خوابیده خورشید. شماره 2 هفته گذشته منو با خودت ببر. گرشا همچنان داره کلاس خوبی از انتخاب آهنگ و شعر از خودش نشون میده. منو با این آدما تنها نذاری هم رفیق تو واسم. و بالاخره شماره 1 این هفته من زدم دلمو به دریا تو هم دل منو دریا. شبی یه آهنگ شاد با اجرای زیبای بهنام بانی، شب عشق، شماره 1 هفته‌ای که گذشت. شبی که تو بخندی شب عشق نمیرسه به. این بود برترین آهنگای پاپ در هفته‌ای گذشته. امیدوارم لذت برده باشید. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدارتون. ببین واسه تو میمیرم، من آروم نمیگیرم تا ثابت نکنم عاشق تو هستم.